روز 17 اپریل مقامات روسیه یک زاده آسیای مرکزی را با اتهام طرحریزی بمبگذاری مرگبار در متروی شهر سانکت پتربورگ بازداشت کردند. در نوار خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا خود FSB بازداشت ابرار عظیموف در ناحیه ادینسوو در منطقه مسکو نمایش داده شد. در این نوار ماموران امنیتی جوان را به زمین خوابانیده نام و نسبش را می‌پرسیدند. За что задержано? Догадываетесь? با دنبال این ماموران امنیتی از بازداشت شده یک تفنگچه و تلفنی همراه پیدا کردند. خبرگزاری های روسی میگویند که ابرار عظیموف 27 ساله است و مقامات تفتیشاتی قصد دارند به زودی برای دریافت امر نگهداری او در بازداشت به دادگاه مراجعت کنند. در ناحیه ادینسووی ولایت مسکو شهروند روسیه ابرار عظیموف سال تولدش 1990 دستگیر شده است. بر پایه معلومات مفتشان او شریک جنایت است و نقش او معین می شود. اثنای بازداشت از او سلاح آتشفشان و مهمات مصادره شد. عظیموف را برای بازپرسی به نزد مفتش بردند. احتمال به همین زودی ها به دادگاه درخواست بازداشت او ارسال شود. تشخیص عاملان عمل تروریستی دوام دارد. خبرگزاری های روسیه با تکیه به مقامات تفتیشاتی نوشتند که گویا ابرار عظیموف بمبگذار متروی پتربورگ اکبر جان جلیلوف را برای تطبیق این عمل آماده کرده بود. مقامات روسیه جلیلوف را به انفجار بمب خودساخت در داخل متروی سانکت پتربورگ متهم می‌کنند. 3 اپریل بر اثر ترکش در متروی پتربورگ 15 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. تاکنون به گفته مقامات نظامی روسیه در رابطه با بمبگذاری مرگبار در شهر سانکت پتربورگ 9 نفر و اکثرا زادگان آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان بازداشت شده است. اکبر جان جلیلوف زاده قرقیزستان بوده، سال 2011 شهروندی روسیه را دریافت کرده است.